اگه عاشق رولتی و دنبال یه دستور بی‌نقص میگردی این ویدیو رو به هیچ عنوان از دست نده. زرده و سفیده تخم مرغ رو جدا کن، به زرده ها شکر و یه کوچولو وانیل بزن و حدود 5 دقیقه با دور تند همزن بزن تا کرم رنگ شه و بعدم شیر و آب گرم رو بهش اضافه کن. آرد و پودر نشاسته و بیکینگ پودر رو علک کن، حسابی هم بزن تا یک دست بشه. حالا سفیده ها رو با دور تند همزن 6 دقیقه بزن جوری که وقتی برش میگردونی از ظرفت بیرون نریزه و بعد به زرده ها اضافهش کن. به صورت دورانی ترکیبش کن و بریزش تو سینی 30/40 با پالت کاملا سطحش رو صاف کن. بفرست تو فر برقی به مدت 15 دقیقه و دمای 220 درجه. به آرومی کاغذ روغنی رو ازش جدا کن، توی پارچه تمیز رولش کن و توی این فاصله خامه قنادی رو 10 دقیقه با دور تند بزن. وقتی فرم گرفت بریز روی نون رولتت و به آرومی و به کمک اون پارچه رولش کن. سطحش هم میتونی با خامه کاور کنی و اگه دوست داشتی پودر کاکائو بزنی دقیق برش بده و به دلخواه هم تزیینش کن. من نمیگم کسایی که ازش خوردن گفتن خفن ترین رولتی بوده که امتحان کردن. امیدوارم شما هم درست کنید و دوست داشته باشید. من پرستو جباریم، تو آموزش بعدی میبینمتون. نوش جان.